روانشناسی رنگ‌ها. رنگ قرمز. افرادی که رنگ قرمز رو دوست دارن معمولاً عاشق هیجان و تحرک هستن. اهل رقابت، ریسک‌پذیر و انگیزه دارند. بسیار جذاب برای دیگران چون پر انرژی و کاریزماتیک هستن و در روابط عاطفیشون نیز شدیداً احساسی و پرشور عمل میکنن و گاهی ممکنه زود عصبانی بشن یا احساساتشون را خیلی شدید بروز دهند. رنگ سفید. افرادی که رنگ سفید را دوست دارن دنبال پاکی، سادگی، صداقت و وضوح هستن. از دروغ و پیچیدگی متنفر و به دنبال شفافیت در روابط هستن. تمایل دارند همه چیز بی‌نقص و تمیز باشه و گاهی ممکنه کمالگرا یا حتی وسواسی باشن و ممکن از شلوغی یا افراد پرهیاهو دوری کنن. رنگ سبز. افرادی که رنگ سبز را دوست دارن دنبال تعادل، امنیت و آرامش درونی هستن. بسیار مهربون، حامی خانواده دوست هستن و ارزش زیادی برای صداقت، اخلاق و انسانیت قائل هستن. زیاد اهل تغییر نیستن و از ناپایداری خوششون نمیاد. ممکنه در تصمیم گیری دودل و یا وابسته به نظر برسند. رنگ زرد. اگر زرد رنگ مورد علاقت است، ذهنی فعال و پر از ایده‌های نوداری، شوخ‌طبع، اجتماعی و الهام بخش برای اطرافیانی و دوست داری دیده بشی و از جلب توجه نمی‌ترسی. نظم گریز و یا حوصله ساختارهای خشک را نداری و گاهی دچار اضطراب پنهان می‌شوی چون فشار زیادی روی خودت می‌ذاری. رنگ مشکی. علاقه‌مندان به رنگ مشکی اغلب مستقل، باهوش و سختگیر هستند. دوست دارن از بقیه فاصله مشخصی را داشته باشن و ترجیح میدن کنترل اوضاع را در دست خودشون داشته باشن و اهل ظاهر و استایل خاص هستن و به زیبایی شناسی براشون مهمه. ممکنه گاهی افسرده یا بدبین از نظر اطرافیان خودشون به نظر برسند. رنگ آبی. علاقه‌مندان به رنگ آبی معمولاً عاشق آرامش، ثبات و صلح هستن. وفادار، قابل اعتماد و عمیق هستن و تو روابطشون تمایل دارن درونگرا باشن و از تنهایی یا محیط خلوت خود لذت ببرن. به جزئیات و تفکر منطقی علاقه‌مند هستند. ممکنه گاهی سرد و یا بیش از حد محتاط به نظر برسند.